خب سلام، خوش اومدید به جلسه اول کسب درآمد از طراحی سایت با وردپرس. دوستان این جلسات رو پشت هم حالا من آپلود میکنم براتون توی کانال میذارم. اینکه ما این دوره رو که داریم ضبط میکنیم صرفا فقط دوره نیست و کنار شما هستیم تا لحظه کسب درآمدتون. پروژهاتون رو مدیریت میکنیم، نمونه کار در اختیارتون میذاریم و اینکه شما رو یک وب مستر خوب تحویل میدیم که شما بتونید از پس هر پروژه‌ای بر بیایید. ما حالا آموزش اولمون رو با وردپرس شروع کردیم. دوستان ببینید وردپرس قابلیت اینو داره که سایتی مثل دیجیکالا مک که یه سایتی مثل زومیت هستش رو اینجا قابلیتش رو داره، پتانسیلش رو داره که بتونید طراحی کنید و از همین سایت ها شما کسب درآمد کنید، یا اگه کسی خواست میتونید براش طراحی بکنید و کسب درآمدتون رو داشته باشید. خیلی راحت شما میتونید این سایت ها رو بالا بیارید، آخر آموزش ها رو انجام بدید کامل. و اگر سوالی بود حالا آیدی پشتیبان رو من میذارم، پشتیبانی میکنم. همچین سایت هایی رو شما میتونید داشته باشید، میتونید که طراحی کنید. تمامی این سایت ها رو دوستان شما داخل این دوره یاد میگیرید. دوره به صورت پروژه محور هست و نه صرفا فقط معرفی ابزار یا معرفی حالا بخش های وردپرس. و اینکه این دوره به شما توانایی این رو میده که آخر دوره بتونید سایت ها رو طراحی کنید. هر سایتی که میبینید حداقل یو آیش رو بتونید طراحی کنید و با وردپرس هم به راحتی کار بکنید. وردپرس خوبی که داره هم رایگانه، همین که قالب‌های رایگانی داره، همین که شما میتونید شخصی سازی بکنید، فروشگاهی بکنید سایت ها رو خبری بکنید. حالا این سایت یکی از نمونه کارهای خودمه. سایت دوم سایت آموزشیار هستش. شما میتونید این سایت ها رو طراحی بکنید به کسایی که حالا مدرس این اینستاگرام هستن، دوره ارز دیجیتال، دوره طراحی سایت دارن مثل خودمون، یا دوره هایی که حالا هست رو اینجا آپلود کنن و فروش داشته باشن و شما سر همین طراحی که اینجا میبینید داره حالا انجام میشه و اینا، شما راحت میتونید سر همین طراحی از 10 تومن تا 20 الی 25 تومن هزینه دریافت کنید و اینکه راحت پروژه بگیرید. حالا روش های پروژه گیری هم من بهتون اطلاع میدم، بهتون حتما میگم. و اینکه شما میتونید راحت کسب درآمد کنید. صرفا امروز معرفی وردپرسه و چه کارهایی میشه با وردپرس انجام داده. نمونه سایت ها رو براتون آوردم. نمونه سایت فروشگاهی که این هم باز با وردپرس زده شده. شما میتونید رو ببینید کامل و پیاده سازی کنید آخر دوره. و اینکه ما سعی میکنیم توی دورمون حتما یک سایت فروشگاهی داشته باشیم، یک سایت خبری و یک سایت حالا به انتخاب خودتون میذارم. من اینو نظرسنجی میذارم، هر کدوم که شما گفتید رو ما براتون طراحی میکنیم و 0 تا 100 رو خودمون انجام میدیم و پروژه محور با هم دیگه جلو میریم. همچین سایت هایی رو شما میتونید با همچین یو آی داشته باشید. و اینکه خوبی وردپرس این شما بدون نیاز به کد نویسی میتونید طراحی سایت کنید. همچین سایتی هم میتونید باش پیاده سازی کنید. این سایت حالا ساده ای هستش و شما اینکه باید دقت کنید دوستان که کارفرما از شما چی میخواد. سایت ساده ای مثل همین سایت رو شما میتونید در عرض 1 ساعت 45 دقیقه بالا بیارید و حداقل مبلغی که بگیرید 10-11 تومن برای این پروژه است که ما الان خیلی از کسب و کارها رو داریم که سایت ندارن و نیاز به سایت دارن. و اینکه شما ببینید دوستان فقط و فقط طراحی سایت نیست. حالا این سایت ها رو من مثال زدم براتون که ببینید فقط و فقط طراحی سایت نیست. شما پشتیبان سایت میتونید بشید. کسایی که حالا سایت داشتن میتونید دوباره درخواست بهشون بدید سایتشون رو طراحی بکنید. و اینکه توی این دوره ما به شما همه چی رو یاد میدیم، آموزش میدیم. اگر سوالی داشتید میتونید بپرسید. هر سوالی که مربوط به دوره بود رو پشتیبانای عزیز پاسخ میدن. نمونه کار در اختیار شما میذاریم، بهتون یاد میدیم چجوری هاست بخرید، دامنه بخرید. حالا جلسه بعد من هاست و دامنه رو معرفی میکنم که از چه سایتی بخرید، چجوری بخرید. و اینکه دوستان میبینید کاملا سایت های وردپرس ریسپانسیو هستن و اینکه شما میتونید اینا رو طراحی کنید.
حالا من این کار رو کردم که تو حالت موبایل هم شما ببینید. این یکی رو هم براتون روی حالت موبایل میذارم دوستان، ببینید که میشه. حالا مثلا یه گوشی مثل 12 پرو رو من اینجا قالبش رو امتحان میکنم که شما ببینید. به همین راحتی این سایت ها رو شما آموزش میبینید، یاد میگیرید، در کنارتون هستیم کامل. و صرفا این که این دوره برای معرفی بود. تا جلسات بعد، خدا نگهدار.